من این حرف شما رو توهین به خودم تلقی میکنم آقای محترم و بهتون هشدار میدم که عواقب این توهین ها رو در نظر داشته باشید. چیه توهین ها رو؟ عواقبشون رو. خانم عواقب ایوا نه عواقب چیه؟ عواقب بحث نکنیم با من. میگن عواقب درسته آقای دکتر مگه عواقب نیست؟ نه خیر خانم شیرزاد عواقب درسته. مطمئنی؟ ولی عواقب درسته. من عواقب شنیدم. ای بابا گیر دادینا. بابا یک کلمه من گفتم عواقب بگین چشم. چی؟ عواقب؟ من گفتم عواقب. من گفتم عقابه. میگه من گفتم. نه من گفتم عواقب. خب اینه که من گفتم. خیلی خوب حالا یک کلمه بوابق که دیگه اینقدر جربست کردن نداره. نوابق نیست قواببه. یعنی آقا دیوونن. من این حرف شما رو توهین به خودم تلقی میکنم آقای محترم و بهتون هشدار میدم که عواقب این توهین ها رو در نظر داشته باشید. چیه توهین ها رو؟ عواقبشون رو. خانم عواقب ایوا نه عواقب